ثروتمندترین مرد بابل، اثر جورج کلایسون، مترجم محسن واعظی. پول خوشبختی نمی آورد. این جمله است که بارها و بارها شنیده ایم و بسته به شرایط مالی و اجتماعی هر بار نظر متفاوتی نسبت به آن داشته ایم. گاهی آن را یک واقعیت محض، گاهی یک شعار و گاهی صرفاً یک ژست اخلاقی تفسیر کرده ایم. اما آنچه مسلم است و می توان با جرأت آن را بیان کرد این است که بی‌پولی حتماً بدبختی می آورد. در کتابی که پیش روست و ترجمه آن را خواهید شنید، پول و ثروتی که نویسنده به آن اشاره دارد همان ثروتی است که لازمه خوشبختی و اولین قدم در راه رسیدن به آن است. ثروتی که از راه معقول و منصفانه به دست می آید و عامل اصلی گردآوری آن زحمت، تلاش و تفکر است، نه تورم یا راندخواری و روش‌های ناصحی دیگر. سلام. آنچه خواهید شنید یکی از مهمترین کتاب‌هایی است که تاکنون در زمینه رسیدن به استقلال مالی و آزادی شخصی نوشته شده. جورج کلایسون اولین بار با انتشار سری مقالاتی در مورد صرفه‌جویی و استقلال مالی در سال 1926 شناخته شد. او در این مقالات مثل‌ها و داستان‌های تمثیلی از سرزمین باستانی بابل استفاده کرد که بعدها این مطالب را گردآوری کرد و تحت عنوان کتابی به نام ثروتمندترین مرد بابل ارائه کرد. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان این کتاب را مطالعه کردند و بسیاری از آنها با به کار بستن مثل‌های این کتاب به ثروت رسیدند، چرا که می‌توان زندگی و قواعد آن در شهر باستانی بابل را تا حد زیادی با زندگی در دنیای قرن 21 از لحاظ اقتصادی مشابه دانست. هرچند این کتاب در مورد روزگارانی صحبت می‌کند که زنها فقط مسئول اقتصاد خانواده، پرستاری از کودکان، خانه‌داری و در نهایت حمایت از شوهران خود بودند، اما مطمئناً همه مطالب آن امروز برای زنها نیز قابل اجراست و همان نتایج را به همراه خواهد داشت. در واقع زنها می‌توانند رهبران خوبی در دنیا باشند، در همه زمینه‌ها از جمله سیاسی، حرفه‌ای، اقتصادی و اگر فقط کمی از حمایت اطرافیان به ویژه مردان خود برخوردار باشند به راحتی می‌توانند از این هم فراتر روند. یکی از برتری‌های اصلی زنها نسبت به مردان مسئولیت پذیری بی‌نظیر آنهاست. در واقع این همان نیروی فوق‌العاده‌ای است که طی هزاران سال در آنها پرورش یافته است و به کمک آن می‌توانند تار و پود خانواده را مستحکم کنند. پس به دنیای خردمندانه و پر از پند و اندرز ثروتمندترین مرد بابل خوش آمدید.